شاید ندونین ولی ایران تنها کشور دنیاست که بیشترین برخورد با بشقاب پرنده رو توی دنیا داشته. تا الان 3 بار رویت شده و حتی ثبت هم شده. اولین بارم که معروف ترینش هم هست مربوط به سال 1355 توی تهرانه که تقریبا اکثر مردم غرب تهران دیدنش. یه شی نورانی اطراف فرودگاه مهرآباد میچرخیده که فانتومای ایران برای زدنش بلند میشن اما نمیتونن شلیک کنن، نمیتونن ببینن که چیه، چون میگفتن انقدر نورش زیاد بوده که معلوم نمیشده. این رویت شوروی و آمریکا هم تایید کردن چون اون موقع آسمون ایران رو رصد میکردن. دومین بار مربوط به سال 2004 که خیلی اتفاقی رادارای ایران متوجه حضور یه شی بالای راکتور اتمی عراق میشن. 8 تا F4 و 8 تا F14 میان که بزننش، اما خیلی سریع شی نورانی با سرعت زیادی از جو خارج میشه که البته این مورد و ناو هواپیمابر آمریکا هم توی سال 2020 تایید کرد چون خودشون هم روی اقیانوس هند دیده بودنش. سومین بارم سال 2012 اتفاق میفته و میتونن برای اولین بار سرعتش رو محاسبه کنن. 10 ماخ که معادل 12,000 کیلومتر بر ساعت میشه. همچین سرعتی و هیچ پرنده‌ای توی دنیا نداره. سومین موردم خیلی از رادارها تایید کردن و جالب معلوم نیست چطوری یکی از F14 های ایران رو ساقط کرده. خواستم بگم انگار یه چیزی هست ولی نمیدونیم چیه. به نظرتون کار آدم فضاییاست یا پرنده های جاسوسی ابرقدرت‌ها؟